سلام فرمانده یا سلام پسمانده، این یکی از موضوعات داغ فضای مجازی در هفته گذشته بود. ماجرا از ساخت یک ویدیو کلیپ حکومتی شروع شد به اسم سلام فرمانده که هفته گذشته هم در پیک شادی بهش اشاره شد. یه تعدادی دانش آموز رو از مدارس مختلف جمع کردن که یک سرود در تبلیغ تروریستی مثل قاسم کتلت و مأموران جنایتکار وزارت اطلاعات و ولی فقیهشون بخونن. حاج قاسمت بشم. بعد هم تو شهرهای مختلف دوره افتادن و هی این شوی مسخره رو تکرار کردن. در ادامه پویش اجرای سرود سلام فرمانده در سراسر کشور، اجرای 4000 نفری این سرود در شهر کاشمر برگزار شد. اینقدر خودشون از این کار خوششون اومد که سلامی که قبلا اسپانسر تبلیغاتی مستعان شده بود، اینجا هم وارد میدون شد تا یک بعد جهانی به این پویش حکومتی بده. قطعاً خداوند و امام زمان بر سرود سلام فرمانده نظر داشته که باعث جاودان شدن و تأثیرپذیری جهانی این سرود شده است. بوق تبلیغاتی حکومتی هم نگذاشت نه برداشت، بلافاصله تیتر زد اجرای سرود سلام فرمانده در کشورهای مختلف جهان. بعد که یکم ریز میشی روش میبینی که 4 تا پنجره بیشتر نیست که یکی از کشورها مازندران، یکیش هم بندرعباس خودمونه. اون یکی هم که روش صدا گذاشتن، وقتی صدای اصلیش پخش میشه میبینی که یک ترانه دیگه است. اما در مقابل این موج تبلیغاتی، همکاران ما در پیک شادی هفته گذشته یک ورژن بروزتری از این ترانه را ارائه کردند با عنوان سلام پسمانده که مثل سونامی موج رو به خودشون برگردوند. سلام پسمانده. خیلی زود ترانه سلام پسمانده با کاورهای مختلف تو شبکه‌های اجتماعی به طور وسیع بازنشر شد و مورد استقبال قرار گرفت. سید علی همه لاشخورکاشو فراخوان. تقریبا همزمان با انتشار وسیع این کلیپ، هشتگ سلام پسمانده هم مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار گرفت و توی ترند توییتر فارسی هم بالا رفت. و بعد از اون اغلب واکنش‌ها نسبت به ویدیو کلیپ تبلیغاتی نظام به این هشتگ هدایت شد. گروهی از کاربران این حرکت خامنه‌ای رو به حرکات تبلیغاتی دیکتاتورهای به نام تاریخ مثل هیتلر و موسولینی تشبیه کردند. یعنی میشه تاریخ تکرار بشه؟ یعنی میبینیم اون روزو؟ به موسولینی هم زیاد سلام فرمانده میگفتن، ولی 1 سال بعد مردم از روی یه ساختمون نیمه کاره آویزونش کردن. وقتی در قدرت هستید، قدرتتون رو به رخ مردم نکشید. یه روزی ورق برمیگرده، بعد هم برمیگرده. و بعضی از کاربران هم این ایده رو به شکلی خلاقانه به صورت کلیپ با آرم شبکه‌ای رژیم درآوردن. کاشکی مثل حاج قاسم من به چشم تو بیام. سلام فرمانده سید علی دهه 90 هاشو فراخوانده. سلام فرمانده. یه دسته از کاربران هم اثرگذاری این تبلیغات حکومتی روی جوانان رو به سخره گرفتند و روی تضاد دیرینه حکومت آخوندی با نسل جوان انگشت گذاشتند. اگه وجودشو دارید و به محبوبیت رهبر مختلسین جهان ایمان دارید، واسه دهه 60 و 70 فراخوان بدید، وگرنه شما همونایید که از آببازی همین گروه سنی هم ترسیدید. شما بعد از 40 سال نتونستید یک نسل چشم و گوش بسته بیخبر از دنیای دهه 60 رو مطیع خودتون کنید. الان چه امیدی به دهه 90های گودزیلا دارید بدبختا؟ اما واکنش واقعی دهه 90 ها نسبت به خامنه ای رو میشه در این کلیپ دید، وقتی خارج از پویش های حکومتی دانش آموزان حرف ته دلشون رو فریاد میکنن. از اونجایی که توی این شوی حکومتی خیلی میخواستن برای قاسم کتلت پروپاگاندا کنن، عده‌ای از کاربران هم به این قسمت ترانه به صورت نیشداری اشاره کردند. حاج قاسم از اون دنیا بعد از اینکه دید سلام فرماندهش به سلام پسمانده تبدیل شده.
سلام درمانده، سلام وامانده، سلام پس مانده، سلام از این نسل در گل فرو مانده. در واقع این عکس کتلت هم معرف حضور اهالی فضای مجازی هست که اشاره است به قاسم کتلت و پشت فرودگاه بغداد و اینا که برای سایبری های دلسوخته خیلی آشناست. اما یکی از کلیپ هایی که خیلی مورد توجه کاربران قرار گرفت ورژن میمونی این ترانه بود. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده، سلام فرمانده، سید علی دهری نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده. در واقع از اونجایی که رژیم در تمام پهنه‌ها جز شکست چیزی برای عرضه کردن به نیروهاش نداره، تمام قوا رفته پشت یک ترانه دوزاری و میخواد با ترتیب دادن شوهای حکومتی برای چند روزی دل بسیجی‌های گیج خورده رو خوش کنه. به همین خاطر اینقدر این ترانه خونی رو تکرار کردن که داد خودی‌هاشون هم در آورد. ببین چقدر در فقر چنین آثاری به سر میبریم که وقتی یه دونه گل میکنه اینا نمیدونن چجوری باید باش رفتار بشه. در روانشناسی میگن وقتی میخوای کسی رو از چیزی متنفر کنی اون چیزو براش مکررن تکرار کن. متاسفانه این اتفاق داره برای این کار فرهنگی میفته. برخی از کاربران هم با ذوق و قریحه شاعرانه محتوای واقعی تری به این ترانه دادند. سلام فرمانده، شدی احمق و بدذات و عقب مانده. سلام فرمانده، شدی مثل خر رجب تو گل مانده. سلام فرمانده، توی لشکر چی غیر خرمانده. سلام فرمانده، ببین خریتت یه ملت رو چقدر عقب رانده. فرمانده مساویس با سید علی. در نهایت میشه گفت اون چیزی که این شوی مضحک سلام فرمانده بارز کرد خالی بودن چنته سید علی بود که در دورانی که از همه طرف زیر فشاره و پاسخی نداره میخواد که این شوی حکومتی شاید یک استامینوفن براش بشه. آخه اون از وضعیت امنیتت که چپ و راست دارن مهرات رو توی روز روشن میزنن، اون از وضعیت اقتصادی ورشکسته، اون از وضعیت گرانی و قیام‌های در خونت، بعد با این شوی سلام فرمانده کی رو میخوای فریب بدی؟ الحق که به قول اون توییت اصل ترانه اینه. سلام پس مانده، سلام از این گله که توی گل مانده، سلام درمانده، سید علی همه بزغاله هاشو فراخوانده، سلام پس مانده. من دستمالم عضوی قاسمت میشم گر که زدی، من لازمت میشم پشمات ریخته دنبه تو چیدن، واسه جسم ناقصت عظما من دمت میشم، درد میبندم دیگه تمومه، آره کار این نظام ترکیده این حاج قاسم رفته پیش اون امام، رفته پیش اون امام. 1001 گوساله با عمام دنبال تو میان، قصه سرباز و نخور عظما، اسکولات لنگاشون به هواست. سلام پس مانده، سلام از این نسل شاسکول جامانده، سلام درمانده، سید علی همه لاشخورکاشو فراخوانده، سلام پس مانده، سلام پس مانده.